درود. شما در این قسمت 0 پادکست سول رو میشنوین. من قسمت 1 پادکست سول رو ضبط کرده بودم و میخواستم که پخشش کنم، ولی این مطلب به ذهنم رسید که شاید لازم باشه در مورد واژه سول کمی با هم صحبت کنیم. اینکه سول چه معنا یا چه معناهایی میتونه داشته باشه و چرا من اون رو به عنوان اسم پادکستم انتخاب کردم. سول در گویش مردمان منطقه من دشتی معانی مختلفی رو یک تنه و یک جا خودش به تنهایی به دوش میکشه. بذارین این مطلب رو بر اساس کتاب استاد فقیدمون استاد سید کوچک هاشمی زاده فرهنگ واژگان گویش دشتی خدمتتون عرض کنم که تو جلد 3 صفحه 117 اشاره میکنن که سول، که البته با SUL نوشتم ولی من با SOOL نوشتمش، حالا به عنوان اسم پادکست ثبتش کردم. سول به معنای گمان، خیال، اطلاع، آگاهی، در برخی جاها به معنای خبر، در برخی جاها هم به معنای تخیل که عرض کردم و یک معنای دیگه که حالا بعداً میگم. بنابراین اگر بخوام خلاصه کنم، البته ناگفتن امانت توی کتاب استاد اشاره کرده که در گویش لاری سول به معنای ظن و گمانه، شیرازی ها هم سول رو به معنای اطلاع و آگاهی به کار میبرن، بختیاری ها سول رو به معنای گمان و خبر، دشتستان استان بوشهر هم سول رو در 2 معنا اطلاع و آگاهی و نوعی دام برای پرندگان، برای صید پرندگان در روستاها به اون سول هم میگن که به نظر میرسه با اون سولی که بعداً میخوام بگم یه قرابتی داشته باشه، چون هر دوتا فکر میکنم از نظر شکل یه وضعیتی رو داشته باشن. پس سول همونطور که گفتم یک تنه هم معنای اطلاع، آگاهی، حدس، گمان، خبر و زن دیگه فکر کنم همشو گفتم دارن. یعنی ما اصطلاحاً میگیم سولم نمیرسه، یعنی اطلاعی ندارم، نمیدونم. در جایی به کار میبریم با حدس و گمان با هم به کارش میبریم، میگیم سول و گمونم نمیرسه. حتی در برخی جاها هم از سول گمونم نمیرسه استفاده میکنیم. یه واژه هم نزدیک به واژه سول داریم توی دشتی که سیوله، که اون به معنای شمایله، یه چیزی که از دور، سایه روشن، یه چیز اینجوری، یعنی مثلا سیول یک کسیم دی، شمایل سایه روشن یک کسی رو در دور دست دیدن. در برخی جاها هم سول و سیول رو در یک معنا، یعنی با 2 تا تلفظ یک معنا رو دارن، یعنی مثلا هم اون سول و گمون رو سیول هم میگن. اینا شنیده هامه. چه بگم وقتی دلم شاد نی عزیزم، وقتی که بنده دلم آزاد نی. از چه بگم وقتی رفیقم گنم عزیزم، تیغ تو دستش و تو فکر زتن. وقتی کمادت بکنه کرمو که عزیزم، وقتی که اما سول در گویش مردمان منطقه من دشتی استان بوشهر یه معنی دیگه هم داره. سول تکه سنگیه که برای سول بازی استفاده میشه. سول بازی چیه؟ همون لیلی بازی. ما به لیلی بازی میگیم سول بازی و دلیلش هم اینه که توی اون از سول استفاده میکنیم. سول همون تکه سنگ هست که ما پرتش میکنیم تو خونه‌ای که نوبتمونه، مثلا خونه شماره 1، بعد نه با هر 2 پا، با یه لنگ پا لیلی کنان به سمت اون قطعه سنگ میریم. بعد باید یه ضربه‌ای به اندازه کافی خوب، 1 یا 2 یا چند ضربه ولی به اندازه کافی خوب بزنیم که از این مرحله بریم مرحله بعدی و از روی خط هم عبور کنیم. از خونه مرحله بعدم عبور نکنیم، یعنی هر خونه رو به نوبت باید بریم. جهشی و اینا هم نداریم. نمیتونی از ضربه بزنیم مثلا از مرحله 1 از خونه شماره 1 یه دفعه بپری به خونه شماره مثلا 3 6 8 و بعد ادامه میدی باز یه لنگ پا. البته یه جایی استراحت میکنی، یه 180 درجه میچرخی
یا 360 که نداریم، 180 درجه میچرخی، دوباره بر میگردی، یه لنگ پا لیلی سولت رو ور میداری، میای و همینجور ادامه بازی. قوانین رو میدونیم. حالا مسئله‌ای که میمونه اینه که چرا من از سول استفاده کردم. من برای انتخاب اسم یه سفر یه سفر دراز، یه سفر اشرق مشرق داشتم. یعنی خیلی گشتم دنبال واژه‌ای که مد نظرم بود. یه خورده چیزی شبیه وسواس رو تجربه کردم توی انتخاب اسم. میخواستم هم به معنایی که مد نظرم هست نزدیک باشه، هم کمتر تکراری باشه، هم خیلی اتفاقای تا رسیدم به سول. از اونجایی که موضوع پادکست هم باید بگم راستی، موضوع پادکست گذر و سفر آدمیه. گذر و سفر آدمی در پهنه زمان و زندگی که ما از مرحله‌ای به مرحله دیگه میریم. یه وقتایی این رفتن از مرحله به مرحله دیگه وابسته به سن و سالمونه، مثلا از کودکی به نوجوانی، از نوجوانی به جوانی و بزرگسالی و کهنسالی. یه وقتایی رفتن از مرحله به مرحله دیگه وابسته به اتفاقهایی هست که برامون میفته. بنابراین ما تو زندگیمون نقطه عطف‌هایی داریم، موقعیت‌هایی داریم، اتفاقهایی داریم که زندگی ما رو به قبل و بعد خودش تقسیم میکنه. حالا اینکه چگونگی اون رو حتما تو قسمت اول خب بیشتر توضیح دادم. ارجاعتون میدم به قسمت اول پادکست. البته که قسمت صفر و قسمت اول رو با هم بارگذاری میکنم و ازتون میخوام که قسمت صفر و قسمت اول رو با هم بشنوید. وقتی که این موضوع رو نگاه کردم، به سول رسیدم، دیدم که خیلی کلمه سول به کارم میاد. سول هم به معنای اون بازی هست که مرحله به مرحله هست، هم به معنای حدس و گمان و تخیل و آگاهی و اطلاع و خبر. یعنی ما برای رفتن از مرحله‌ای به مرحله دیگه به حدس و گمان و خبر و اطلاع و آگاهی و تخیل و تصور و همه اینها، یعنی سول، نیازمندیم. غیر از این که انگار دشتی ها در ساحت زبانی و زبان شناختی به این آگاهی رسیدن که هر چیزی که ما تحت عنوان آگاهی، اطلاع، تحت عنوان این که میدونم، یقین دارم به کار میبریم، چیزی جز سول و گمون نیست، چیزی جز حدس و ظن، تخیل و تصور نیست. ما بیشتر از هر چیزی به سول احتیاج داریم برای گذر و سفر در صفحه سول بازی. کاسه ما، دونه ما، نون ما، پیر ما، دستگیر ما، جزن ما. ای اسم کشنگت که اسم خدا برتا چیه بر هیچ پیر نی تا بلکه خدا ما که سولم نمیرسه. شایدم زندگی خیلی شبیه صفحه سول بازی. اصلا شاید زندگی خوش سول بازیه، نیفهم. سولم نمیرسه. یه متنم نوشتم که قرار همه این حرفایی رو که زدم شاعرانه طور بیان کنه. یعنی میشه گفت به عبارت دیگر، سول روایتگر گذر بازیگرانه آدمی است از منزلی به منزل دیگر بر صفحه زمان، به این گمان که از پس به پیش می رود، حال آنکه وقت او در زمان حال استمراری صرف می شود و مدام نیازمند پذیرش و بازسازی داستان و روایت خیش است. همین. عرض کردم شاعرانه طور. امیدوارم که همراهی شما رو در بخش‌های بعد و در قسمت‌های بعد سول هم داشته باشم. من ابراهیم شاکری مطلق هستم، میزبان شما در پادکست سول. بدرود.